نه صدای شلیکی شنیده شده بود و نه خونی ریخته شده بود. قاتلی که دست به این قتل زده بود یه هیولای بیرحم بود. هیولایی که تونسته بود لحظه لحظه جون دادن یه زن بیچاره رو ببینه و ثانیه از کارش پشیمون نشه. کسی که یه دختر بچه رو تو 13 سالگی عقد کرده بود و به خاطر اشتباه خودش اون رو تا حد مرگ برده بود. قاتلی که در نهایت بعد از 10 سال آزار و آسیب‌های روحی و جسمی اول ریحانه رو به قتل میرسونه. تلاهاشو با خیال آسوده بر میداره و برای خوابیدن با زن دیگه‌ای اون شب و تا صبح کنار جنازه ریحانه میخوابه. ماجرای قتل ریحانه دورزاده، زن 23 ساله بلوچ که برای فهمیدن جزئیات اون شما رو به دیدن این ویدیو از کانال پرونده های جنایی دعوت میکنم. 25 مهر ماه 1404 صبح زود گزارشی اضطراری به مرکز اورژانس نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان مخابره میشه. زنی از روستای شگیم از توابع شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان پشت تلفن با استرس و لحنی بریده به اپراتور مرکز فوریت‌های پزشکی میگه همسایمون توی جاش افتاده و نفس نمیکشه، تو رو خدا به دادش برسی. اپراتور طبق پروتکل آدرس دقیق رو میپرسه و همزمان گزارش رو به سامانه فرماندهی پلیس نیکشهر هم منتقل میکنه. تیم اورژانس از نزدیکترین پایگاه به محل اعزام میشه و چند دقیقه بعد واحد پلیس 11 برای پشتیبانی راهی صحنه میشه. وقتی آمبولانس به محل رسید که اهالی روستا مقابل یه خونه خشتی جمع شده بودند. در خونه نیمه باز بود و نیروهای اورژانس بلافاصله وارد خونه شدند. یه زن جوان روی زمین افتاده بود. نبضی نداشت و روی گردن و فکش هم کبودی‌های منظمی دیده میشد. تکنسین اورژانس اعلام میکنه که زن قابل احیا نیست و جونش از دست داده. همچنین با بررسی دقیق بدن، وضعیت دما، رنگ پوست و مردمک‌ها تشخیص میده که زمان مرگ حدوداً بین 4 تا 6 ساعت قبل بوده. همزمان با بررسی‌های پزشکی، نیروهای گشت پلیس نیکشهر به محل حادثه میرسند و بعد ورود به محل و ارزیابی شرایط، افسر پرونده متوجه میشه که وضعیت خونه و نشونه‌ها نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری داره. فوراً درخواست میکنه تا نیروهای تخصصی در محل حضور پیدا کنند تا تمام شواهد احتمالی ثبت و جمع‌آوری بشه. افسر پرونده تصمیم میگیره که تا زمان رسیدن تیم تحقیقاتی اظهارات اهالی و شاهدین رو جمع‌آوری کنه. بنابراین سراغ همسر متوفی میره تا باهاش صحبت کنه. همسر این زن که اسمش توی پرونده کمال ثبت شده راجع به روز حادثه میگه صبح زود که بیدار شدم نماز بخونم، زنم کنار دخترام خواب بود. یهو دقت کردم دیدم صورت ریحانه کبود شده. اول فکر کردم بیهوش شده، ولی وقتی نبضشو چک کردم و دیدم نفس نمیکشه شروع کردم به داد و فریاد. با صدای گریه و داد و فریادم بچه‌ها بیدار شدن و چند تا از همسایه هم جمع شدن ببینن چه خبره. با ثبت اظهارات کمال هویت متوفی مشخص میشه. زن جوانی که جونشو از دست داده بود ریحانه دورزاده، اصالتا اهل روستای شگیم و مادر 2 فرزند بود. بعد همسر مادر ریحانه مورد سوال و جواب قرار میگیره و میگه ریحانه وقتی بچه بود به خاطر آب و هوای اینجا یکم مشکل تنفسی داشت، ولی سنش که بالاتر رفت خوب شد و هیچ مشکلی نداشت. دامادم که زنگ زد دنیا رو سرم آوار شد. نمیدونم چرا دختر بیگناه من باید صحیح و سالم یه شب بخوابه و دیگه بلند نشه. وقتی اینجا رسیدیم و ریحانه رو دیدیم حالمون بد شد و اصلا حواسمون نبود خیلی بهش دقت کنیم. اما یکی از همسایه ها منو کنار کشید و گفت گردن دخترم کبودی های دیده و بهتر به پلیس اطلاع بدیم. دامادمون حالش خوب نبود و نمیخواستم حالش بدتر شه و چیزی از این ماجرا بگم. سر همین از همسایمون خواستم زنگ بزنه آمبولانس تا دکتر بالا سر دخترم بیاد و جسدش رو معاینه کنه. جسد ریحانه بعد از بررسی صحنه با هماهنگی افسر پرونده به پزشکی قانونی منتقل میشه تا علت دقیق مرگ تعیین بشه. روز بعد
طبق اظهارات خواهر ریحانه، پلیس همسایه‌ای که گزارش مرگ ریحانه رو داده بود رو به آگاهی نیکشهر احضار میکنه تا بازپرس پرونده ازش سوالاتی راجع به روز حادثه بپرسه. اون میگه من همسایه بغلی ریحانه هستم. شب قبل از مرگش تا دیر وقت از خونشون صدای دعوا میومد، ولی یهو همه داد و فریادا قطع شد و دیگه هیچ صدایی نیومد. صبح وقتی صدای گریه شوهر و بچه‌هاش بلند شد دویدم سمت خونشون. وقتی ریحانه رو روی زمین دیدم اولش فکر کردم از فشار عصبی دعوای دیشب حالش بد شده، اما وقتی دیدم نفس نمیکشه و گلوش کبود شده این مسئله رو به خانواده‌شم گفتم تا پلیس رو خبر کنن. یکی دیگه از شاهدای صحنه اظهار میکنه علاوه بر همسایگی با کمال ارتباط فامیلی دوری هم داره. اون به افسر پرونده که اهل استان دیگه‌ای بوده میگه چند وقتی بود که توی فامیل شایعه شده بود کمال قصد داره ریحانه رو طلاق بده، ولی اینا همش حرف بود چون ما اصلا طلاق نداریم. خونه پدر عین یه جاده یه طرف است و دختری که ازدواج کرده راهی برای برگشت به خونه پدرش نداره. در اصل این صحبت‌ها تهدیدهای کمال بودن برای اینکه بتونه در کنار ریحانه دختر عموش هم به عنوان زن دوم بگیره. هرچند کمال نیاز به اجازه زنش هم نداشت. نمیدونم چرا سعی میکرد اینطور ریحانه رو تهدید کنه. چند روز بعد نتیجه اولیه پزشکی قانونی اعلام میشه و بررسی‌ها نشون میده که مرگ ریحانه ناشی از ایست قلبی یا حادثه تنفسی نبوده و علت تامه مرگ خفگی بر اثر انسداد راه‌های تنفسی بوده. همچنین آثار ضرب و شتم خفیفی روی جسد ریحانه به وضوح دیده میشد و زیر ناخناش آثار و خون و پوست خراشیده شده هم کشف شده بوده. بعد اعلام نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی، آگاهی نیکشهر مجدد کمال رو احضار میکنه و با توجه به گفته همسایه‌ها از صدای دعوا و نشونه‌های موجود روی جسد ریحانه ازش میخواد بگه اون شب چه اتفاقی افتاده و دعواش با زنش سر چی بوده. کمال که ابتدا با دروغ‌های متفاوت که اگه بلایی سر ریحانه اومده خودش کرده یا فردی وقتی خواب بودن بلایی سر زنم آورده قصد بیگناه نشون دادن خودشو داشت. با مستندات و شنیده های همسایه ها از صدای دعواشون تو شب قبل حادثه مجبور به اعتراف میشه. اعتراف در مورد زندگی سختی که برای این زن 23 ساله رقم زده بود. سال 94 وقتی این دختر تنها 13 سال داشته دوره ابتدایی رو تموم کرده یا نکرده خانواده‌شون رو عروس میکنن. عبدالرحمن دورزاده پدر ریحانه دخترش رو تو 13 سالگی به عقد یه پسر 22 ساله به اسم کمال در میاره. با اصرارهای کمال ریحانه همون سال اول یعنی تو 14 سالگی باردار میشه و یه دختر به دنیا میاره. اما به خاطر بدن نحیف و ضعف جسمی همون بارداری ریحانه رو تا سرحد مرگ میبره و اون دختر تا سالها میشه آخرین تلاش موفق کمال و ریحانه. اونا چند سالی با همون تک بچه به زندگیشون ادامه میدن، اما کمال به خاطر مشکلی که این بارداری زود هنگام برای ریحانه به وجود آورده بود همیشه به خاطر این ناتوانی ریحانه تو باروری باهاش بد برخورد میکرد و اونو مورد ضرب و شتم قرار میداد، تا حدی که کمال خودش توی بازجوها اینطور توجیه میکنه و در مورد چاره‌ای که پیدا کرده بود اینطور میگه: ریحانه از همون اول فقط برای من بی‌آبرویی و رذالت بود. بچه اولش که تازه اونم دختر بود رو اون موقع با کلی دردسر و هزینه‌های سنگین به دنیا آورد. بعد اونم که دیگه انگار ناتوان از بارداری شد. من خیلی برای اینکه بچه دیگه‌ای برام بیاره صبر کردم و از هیچ هزینه و تلاشی دریغ نکردم. اما همین تلاش‌های بی‌نتیجه من توی روستا برام حرف و حدیث درست کرده بود. این که تو پسر نداری، وارث نداری و این حرفا که یه جور انگار تحقیرم میکردن. سر همینم بود که پیش مادرم از ریحانه اعتراض کردم و اون گفت باید زن دوم بگیری تا واسط پسر بیاره. گفت بیا و دختر عموتو بگیر. به نظر خودم هم تنها راه سربلندیم همین بود. کم کم سعی کردم این ماجرا رو طوری به ریحانه بگم که ناراحت نشه، ولی اون مخالفت میکرد.
واقعیت اصلا ما برای ازدواج دوم به اجازه همسر اولمون نیاز نداریم. من میخواستم حداقل نصف طلاهایی که موقع عقد خانواده‌ام به ریحانه داده بودن و ازش بگیرم و تا بتونم خرج عروسی دومم رو تأمین کنم و به زن دومم بدم. وقتی با کم و کاستی ریحانه من دیگه دختر عمومو عملا زن خودم میدونستم و یه خبرایی هم از رابطمون با دختر عموم برای ازدواج دوم بین روستا چرخیده بود، تازه ریحانه باردار شد. این بارداری کمی موجب ترس دختر عمو شده بود که با این حواشی نکنه بچه پسر باشه و دیگه نخوام بگیرمش. ولی دختر شدن بچه همه چی رو حل کرد و من بعد اون هر روز مستقیما از زنم طلاهاشو میخواستم تا برای عروسی دومم اقدام کنم. اون شب بین من و ریحانه دعوای شدیدی پیش اومد. دعوا اونقدر طول کشید و ریحانه کوتاه نیومد که با وجود سر و صدا بچه هم خوابشون برد. خب آخه یه مادر حتی به خاطر بچه هاشم اونقدر لجبازی نمی کنه. آخرم حرفی زد که منو دیوونه کرد. گفت خودتم میدونی اگه بچم پسر نشده مشکل از خودت و بهتر دنبال بهونه برای هرزگیت نباشی. منم بعد شنیدن این حرف چند تا توی صورتش زدم. گلوشو گرفتم و ناخواسته شروع کردم به فشار دادن. شاید حتی اگه اون حرفو نمیزد یا تا اون حد جلوی من ممانعت نمیکرد خودم دلم میسوخت و ولش میکردم. ولی وقتی رهاش کردم تازه فهمیدم نفس نمیکشه و تموم کرده. وقتی از شوک حادثه بیرون اومدم اول طلاهاشو از سر و گردنش باز کردم و قایم کردم. بعد جسدشو بردم روی تخت کنار بچه هام خوابوندم و صبح زود توری وانمود کردم که ریحانه ایست قلبی کرده و نمیخواستم اصلا پلیس یا آمبولانس خبردار بشه. میخواستم خیلی آروم توی همون روز توی روستا براش مراسم تدفین بگیریم. اگه همسایه‌ها زنگ نزده بودن شاید اینطور میشد. اما همه چیز خراب شد و مرده این زنم منو بدبخت کرد. بعد اعترافات متهم و ثبت اظهاراتش قرار بازسازی صحنه برای اون صادر شد و پرونده قتل ریحانه دورزاده همچنان در حال تکمیل و بررسیه. اما احتمالاً این پرونده مثل خیلی از پرونده های مشابه توی اون منطقه با رضایت اولیای دم مختوم اعلام میشه و کمال بعد چند سال زندان به زندگی با زن جدیدش میرسه. این میون فقط یه مادر که پناه 2 تا دختر بچه بود تاوان عقاید پوسیده و رفتارای اشتباه همسرشو داده. در آخر ممنون میشم نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب. زنگوله رو فعال کنید تا از گزارشات بعدی ما جا نمونید و اولین نفری باشید که از اونا مطلع میشید. تا پرونده دیگه توی کانال پرونده جنایی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.